از جهان ای دوستان عزمی سفر داره ما، منزلی بس دور رای پر خطر داره ما. توشه حاصل نشد هرگز به ما زین کیزار، نه نماز روزه نه چشمی تر داره ما. زاده را همراه مایان کن خدایا از کرم، را پر خیف است و از دزدان حذر داره ما. نامه اعمال ما گشته سیاه از معصیت، ذکری حق را مانده فکری سیم زردار ما. بگذرد عمری عزیزی ما به غفلت روز شب، از حساب روزی محشر کی خبر داره ما. صد هزاران سال اگر گردم در این دنیای دون، بر صراط المستقیم آخر گذر داره ما. جذبیا آخر ادین دنیای فانی میرویم، در درون قبر غشته زیر سر داره ما. در درون قبر غشته زیر سر دارم. همنشین شو با کسی کی از خودت بالا بود، بهره میگیری همانا او اگر دانا بود. هر کجا دانا اگر با آدمی بد را نشست، می شود رسوای عالم آن که با رسوا نشست. در میانی مردمی دانا سخندانی نکن، هر سخن از پیش خود پرداخت آسمانی نکن. لحظه های گفتگو گب را بریدن خوب نیست، آن گپ معقول نیست، آن را شنیدن خوب نیست. در وجودی گرمی آدم با رگ و با استخوان، نفسی بعد گرگست وجدان بر این را نغزدان. عقلی کامل گر نباشد می رود وجدان زی دست، شخص به وجدان شود نیکی نمی روید زی آن. یا که چون دزدی اشد از مال مردم می خرد، یا دروغگو می شود در بین یار دوستان. از چنین دنیای روشن لیک به چون چرا برود شرمنده به وجدان به نام و نشان. از چنین دنیای روشن لیک به چون چرا برود شرمنده به وجدان به نام و نشان. پندی من راز این
سبب اکنوش نوجانی پدر، گر قدم را کج نمانی میبینی راحت بجان. غیر نانی مهنتی خود از حرام پرهیز کن، تو که گردی سرفراز انجمندی آدمان. میل اگر با ما نداری گپ کشودن خوب نیست، آتشی پنهانی دل بالا نمودن خوب نیست. بارها دل دادم و بر من دل نگذاشتن، غصه درینه را از نو فزودن خوب نیست. نانی کس قرض است میگویند بر کس آدمان، دل اگر دادن نخواهی دل ربودن خوب نیست. حالی کس اول بپرس بعد از آن هزله بکن، در بری آزرده دل ناگه سرودن خوب نیست. گر کدانی آدمی غرق است در گرداب غم، ساعت با یادی رو بیغم غلودن خوب نیست. عاشقی این دیگر پرست آدمگری، میلش عاشق باش لیک آدم نبودن خوب نیست. میلش عاشق باش لیک آدم نبودن خوب نیست.